آب رودخانه فرات از نهر در این شهر یک زمان اشغال شده جاری است. اینجا رقه در سوریه است. زمان پایتخت خلافتی گروهی داعش بود که قلمروهای وسیع سوریه و عراق را در دست داشت. این شهر بعد از جنگ سخت و محو جنگجویان که سالها در رقه حکمرانی می‌کردند به آهستگی احیا می‌شود. با احیای آن ترس مردم هم زیادتر شده است که میگویند حمله ها افزودند و تندروان منتظرند که از نو برخیزند. از نظر نظامی داعش شکست خورد، ولی حلقه های پنهان و ساکتی دارد که برای مردم خطرناکند. وحشت حکمرانی گروه تندرو دولت اسلامی از یاد مردم نمی رود. اول وقت آمدن گفتند که ما مسلمان هستیم و ما با آنها باور کردیم، ولی وقتی یک نفر را برای دزدی دستگیر کردند به میدان نعیم آوردند و دستش را بریدند. میدان نعیم را در عهد داعش جهنم نام دادند، چون سرهای بریده متهمان به جاسوسی و جنایت را اینجا روزها سر نیزه نگه می داشتند. این میدان فوتبال زندان وحشتناک بود. در باغ این آثارخانه مینه های کاشتهشان حالا هم باقی است. باغ نیمه ویران است. ورزشگاه را پاک کردند و دیوار میدان نعیم را دیگر کردند. ولی این تغییرات خاطره تلخی ساکنان رقه و ترس آنها از بازگشت گروه تندرو دولت اسلامی را از بین نبرده است.